شهرستان علی‌آباد کتول با داشتن بیش از 64,000 هکتار جنگل، 40,000 هکتار مناطق و مراتع ییلاقی، 28,000 هکتار مراتع قشلاقی و گونه‌های متنوع درختان جنگلی و بوته‌های گیاهی، دو رودخانه بزرگ محمدآباد و زرینگل، آبشار بسیار زیبا و فرحبخش کبودوال از تراوت و فرحبخشی و جاذبه‌های فراوانی برخورداره و چشم بینندگان رو در ترنم آبشارها و خرمی جنگل‌های انبوه آن خیره و مبهوت میکنه. اماکن تاریخی فراوان و زیارتی بسیار با ارزشی داریم، تپه‌های باستانی متعدد، ذخیره‌گاه‌های بین‌المللی و کشوری درختان کمیاب و بی‌نظیری همچون سرونوش، کاج زربین و درخت سرخداری از قابلیت‌های این منطقه. این همه موهبت خدادادی و فضای سرسبز با مردمی شریف و خونگرم علی‌آباد کتول همگی در خدمت هموطنان و شهروندان استان هست